ساعت با وقتی پرگار صبح 15 است و برنامه اخباری آزادی است. تقدیم از استودیوی مرکزی. سلام بینندگان عزیز. نخست با سرخط موضوعهای شما را آشنا می‌کنیم که امروز 5 سپتامبر اطرافشان صحبت خواهیم داشت. در حالی که مهاجران تاجیک از لطوکوب در گذرگاه مرزی شکایت دارند، قرقیزستان از شهروندانش خواست بر روسیه نروند. وزیر عدلیه امریکا میگوید به یگان کشور خودکامه امکان نخواهد داد که در انتخابات پرزیدنتی امریکا دخالت کند. شرکت‌های جمعیتی را به دروغ پراکنی و ترغیبات زیر سرپرستی دولت روسیه در دوره انتخابات پرزیدنتی سال 2024 سفربر کردند. و منبع‌های نزدیک به تفتیشات اشاره می‌کنند که بازداشت شاکرجان حکیموف به اظهار نظرهای او عاید روابط تاجیکستان و چین در رسانه‌ها ربط دارد. چندی از کاربران رادیو آزادی با فرستادن عکس و نوارها از بی‌اساس لطوکوب شدن مهاجران تاجیک هنگام گذشتن از گذرگاه اوزین که در مرز قزاقستان روسیه شکایت میکنند. به گفته یکی از مصاحبان ما، در 2 ماه اخیر دست کم 4 زاده تاجیکستان از سوی مرزبانان روس بی‌رحمانه ضربالت شدند. همصحبت رادیو آزادی میگوید لطوکوب مهاجران بعد تفتیش تلفن‌های موبیلی آنها در یک اتاق علیحده صورت گرفته است. گفته می شود چنین بدرفتاری مرزبانان بعد حمله به تالار کنسرتی کروکوس در ماه مارت امسال به مشاهده می رسد. تاکنون صدها مهاجر تاجیک از تحقیر و آزار و اذیت در روسیه شکوه می کنند. ماه گذشته بعضی از مهاجران از آسیای مرکزی عاید شکنجه در مرکز سخر و نقل کردند. بعداً کمیته تفتیشات روسیه سنجشی کار بازداشتگاه را آغاز نمود. امروز دادگاهی در شهر مسکو 3 کارمندان را با اتهام قلابی و سوء استفاده از مقام برای 2 ماه به حبس گرفت. در همین حال وزارت کار خارجه قرقیزستان به شهروندان کشورش هشدار داده است که از سفر به روسیه خودداری کنند. این وزارت روز 5 سپتامبر در بیانیه گفت در روسیه چاره‌های امنیتی سخت و تفتیش سندها در مرز افزایش یافته است. ماه ایول مقامات قرقیزستان از زیاد شدن فشار به مهاجران قرقیز در روسیه خبر داده بودند. رو می‌ریم به موضوعهای دیگر. روز چهارشنبه وزارت عدلیه آمریکا اطلاع داد که کشورهای خارجی و به ویژه روسیه کوشش دارند در انتخابات پرزیدنتی آمریکا دخالت کنند. مریک گارلند تاکید کرد که واشنگتن به یگان رژیم خودکامه امکان نخواهد داد که ترغیب و پروپاگاندای خود را در قلمرو آمریکا پهن کند. به گفته وزیر، رسانه‌های زیر نفوذ کرمل همانا تلاش دارند ترغیبات گمراه کننده را با استفاده از نام‌های تقلبی و از نام آمریکایی‌ها به راه مانند. تفصیلات در گزارش کیومرثی‌عطا. ایالات متحده آمریکا روسیه را با کوشش گذاشتن تأثیر در انتخابات امسال پرزیدنتی در این کشور متهم کرد. وزارت عدلیه آمریکا روز 4 سپتامبر اظهار نمود که روسیه نقشه داشت به واسطه یک چند رسانه و سایت‌های اینترنتی که زیر نظارت کرمل بوده هدفشان گمراه کردن آمریکایی‌ها بوده است ترغیبات روسیه را پهن کند. به قول وزارت، کرمل رسانه‌های شبیه ارتی را که در گذشته رشد تودی نام داشت و همچنان چندین پایگاه آنلاینی را برای گمراه نمودن مردم آمریکا با ترغیبات کرمل استفاده کرده است. طوری در عیبنامه دادستانی ذکر شده است حلقه داخلی پرزیدنت پوتین و از جمله سرگئی کریینکو شرکت‌های جمعیتی را به دروغ پراکنی و ترغیبات زیر سرپرستی دولت روسیه در دوره انتخابات پرزیدنتی سال 2024 سفربر کردند. وزارت عدلیه ایالات متحده در ماه ایول تأکید کرد که تلویزیون ارتی روسیه تلاش دارد در انتخابات آمریکا دخالت کند. آن زمان وزارت گفت که یک کارمند این تلویزیون در شبکه‌های اجتماعی با نام‌های گوناگون آمریکایی 1000 صحیفه ساخته خبرهای دروغ و غرضمندانه زیر نظر کرمل را نشر، پهن و گویا چون شهروندان آمریکا تبلیغ کرده است. همین طریق ایالات متحده آمریکا 32 دومین اینترنت را که به اصطلاح پروپاگاندای روسیه را پیش می‌بردند بسته است. به گفته رئیس خدمات کشف آمریکا یا خود FBI کریستوفر ری، این رسانه و دومین ها با دستور حکومت روسیه مردم آمریکا را فریب می‌کردند.
برمیگردیم به تاجیکستان. شاکرجان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و حقوقدان شناخته هنوز در بازداشتگاه موقتی نگاه داشته می شود. روز 12 ایول امسال دستگیر گردید. نزدیکانش میگویند از آن لحظه تا حال با او به بازداشتگاه خوراک و لباس میبرند. مقامات رسمی دلیل‌های تاکنون در بازداشتگاه نگاه داشتن این سیاستمدار را توضیح نمیدهند. همکاران این موضوع را پیگیری کردند و خلاصه خبرهای پیدا کرده آنها را همکارم مومن احمدی شهر میدهد که حالا در استودیو در بری من است. سلام مومن، خب دلیل نگهداری طولانی شاکرجان حکیموف را چی گفتند؟ سلام شهلا، سلام بینندگان عزیز. یک منبع نزدیک به تفتیشات با شرط ذکر نشدن نامش روز 3 سپتامبر گفت یکی از دلایل این است که شاکرجان حکیموف هیچ اتهام را نپذیرفته است. قانونگذاری تاجیکستان نگاه داشتن یک شخص گمانزد را به جنایت در توقیفگاه همگی 72 ساعت اجازت می‌دهد. بعد از آن باید دستور یا سانکسیای بازداشت او صادر شده با قرار دادگاه به بازداشتگاه موقتی یا سیزو فرستاده شود. مقامات تاجیکستان نمیگویند که معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات به چی متهم است. یوسف رحمان دادستان کل روز 9 آگوست در نشست خبری گفته بود بازداشت حکیموف به قضیه سعید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان و رئیس پیشین حزب دموکرات تاجیکستان ربط دارد. عثمانزاده را رسما با کوشش تبادلات دولتی و غصب حاکمیت متهم می‌دانند. اما منبع نزدیک به تفتیشات میگوید یکی از اتهام‌ها در پرونده شاکرجان حکیموف به اظهار نظرهای او در پیوند بر روابط تاجیکستان و چین در رسانه‌ها مربوط است. یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان در نشست خبری گفته بود که به ضد شاکرجان حکیموف و افراد دیگری بازداشت شده پرونده جنایی باز شد، ولی مشخص نگفت که بر اساس کدام بند قانون جنایی. او تنها گفت که قضیه همه شخصان بازداشت شده به یکدیگر علاقمندی زیج دارند. تاکنون نزدیکان شاکرجان حکیموف موفق نشدند که او را بینند. تنها وکیل مدافع توانسته است که با او گپ زند. مومن، آیا جزئیاتی از پرونده شاکرجان حکیموف و سعید جعفر عثمانزاده و دیگر همراهانش دسترس شده است تا به حال؟ ببینید شهلا، مقامات تاجیکستان با پرونده شاکرجان حکیموف و بازداشت شده های معروف مهر مخفی زدند. تا این دم دادستان کل تاجیکستان بازداشت سعید جعفر عثمانزاده رئیس پیشین حزب دموکرات، اکبرشاه اسکندرف رئیس پیشین شورای عالی، همراخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی تاجیکستان، شاکرجان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات و احمدشاه کاملزاده روزنامه‌نگار و معاون رئیس حزب دموکرات تاجیکستان را تایید کرده است. یوسف رحمان درباره باز شدن پرونده علیه چند نفر دیگر خبر داد ولی از آنها نام نبرد. بازداشت این افراد در ماه ایون سر شد. دادستانی روز 14 ایون خبر داد که سعید جعفر عثمانزاده که بیشتر به حمایت از حکومت نام برآورده بود، روز 12 ایون دستگیر شده است. با پیشنهاد دادستانی کل روز 14 ایون وکیلان پارلمان او را از دخل ناپذیری یا مسئولیت وکیلی محروم کردند. نزدیکان و وکیلان دفاع این افراد بازداشت شده از صحبت با و همکاری با رسانه‌ها خودداری میکنند و میگویند به دلیل مخفی بودن پرونده حقی آشکار کردن جزئیات آن را ندارند. فهمات، تشکر مومن برای صحبت فراگیر. شما برنامه اخباری رادیو زودی را تماشا دارید. در حکومت نوی شمس‌دین شاهین تلاش دارند قیمت مال و محصولات در بازار نزد مرزی را تنظیم نمایند. به شکایت خریداران نرخ‌ها در این بازار از روزهای اول افتتاحش فرق می‌کند. محمود جان رحمتزاده در همین باره میگوید. از باز شدن بازار نزد مرزی ناحیه شمس‌دین شاهین 10 ماه گذشت. در آن تاجران تاجیک افغان مال و دسترنج خود را می‌فروشند. خریداران میگویند که نرخ در روزهای اول ارزان بود ولی روز به روز بالا می رود. در حکومت ناحیه شمس‌دین شاهین میگویند که برای به اعتدال آوردن قیمت ها بازار را به یکی از کارخانه های دولتی می سپارند. امروز به رسمیت ضروری حجت گذاری خودی بازار نزد سرحدی رفته ایستاده است. شاید که ما بازار را همچون کارخانه واحدی دولتی کنیم، کارخانه واحدی دولتی کنیم زیر تابع یکی از
مؤسسه‌های سایه کملالی خود ناحیه شمسین شاهین. نرخ این آب‌های تشنه‌شکن افغانی در ماه‌های اول 4 سامانی بود. از بس که طلبات به آن زیاد شده است، تاجران افغان هم قیمتش را تا 7 سامانی بالا بردند. رئیس ناحیه سبب بالاروی قیمت‌ها را چنین شرح داد: وقتی که مال از قسمت جمهوری افغانستان به ناحیه شمسین شاهین وارد می شود، اصلا بگیریم آب‌های تشنه‌شکن، آب‌های عموما نوشاکی‌ها هستند. یکی از سبب‌های بالا رفتن نرخ نوا اصلا همون یگلو خریداری کردن محصولات بود. در این بازار تاجران بیشتر محصولات خوراکواری افغانستان را وارد می‌کنند. محصولاتشان خریدار هم دارد. ما همین فروش یک لخت مال و محصولات در این بازار قریبی پیشگیری کردیم، از بین بردیم، چون که یک لخت خریداری کردن و یا هم دیدن که ما بسیار طلبات داریم به همین مال و محصولات، توانستن که نرخ مال و محصولاتشون در وقتی واردات کردن ارزش بلندتر بردارند. بازار نزدی مرزی شمس‌الدین شاهین یکی از 5 بازار نزدی مرزی تاجیکستان و افغانستان است که شهروندان کشور همسایه حق دارند به آن بدون روادید و اجازه بیایند و خرید کنند و مال و محصولات خویش را بفروشند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه شمس‌الدین شاهین. در مغولستان پیکره عظیمی وجود دارد و مردم آن کشور کوشش میکنند در طول زندگی خود کمش یک بار آن را ببینند. آن هم پیکره چنگیزخان، سرلشکری معروف عصر 13 که قهرمان ملی مغولستان اعلان شده است. ولی در تاجیکستان تاکنون از نام او هراس دارند و به بدی یاد میکنند. گزارشی را در این باره همکارم رجب یوسفی تقدیم شما میکند. مجسمه غول‌پیکر و فولادین چنگیزخان در یکی از ناحیه‌های کنار شهر اولانباتار پایتخت مغولستان 40 متر بلند است و بزرگترین مجسمه رهبر معروف مغول‌ها در عصر 13 در جهان به شمار می‌رود. برای بنیاد مجسمه عظیم قهرمان ملی مغولستان 250 تن فولاد صرف شده است. سیاحان می توانند با زینه‌پایه تا به گردن اسب بالا روند و منظره اطراف را تماشا کنند. تاریخ کوتاهش را از زمانی رهبر یک شرکت سیاحی میشنویم. مجسمه چنگیزخان سوارت در محل سونین بولدوگ در ولایت توف جایگیر است. مجسمه را سال 2008 و به مناسبت 800 سالگی تأسیس امپراتوری مغول ها ساختند. روایت میکنند که چنگیزخان سال 1177 با برادرانش از اینجا میگذشت و تازیانه پیدا کرد. پیدا کردن تازیانه برای مغول ها علامت خوش اقبالی به حساب می رود. در زیر مجسمه آثارخانه زندگی چنگیزخان و مغازه ارمغان فروش ساختند. او در عصر 13 با تخت و تاز زیاد یک امپراتوری عظیم تأسیس داد که وارثانش تا به اروپا و خاورمیانه گسترش دادند. چین را هم تقریبا 100 سال فرمانروایی کردند. چنگیزخان امپراتوری مغول ها را تأسیس داد که دومین امپراتوری بزرگ در جهان بود. یکی از نمایان‌ترین شخصیت های تاریخی در جهان است. برای ما مغول ها بخشی از هویت ماست. به فکرم نه تنها برای ما مغول ها بلکه برای آنهایی که خود را از تبار مغول ها می‌شمارند. بسیاری از مغول‌ها می‌کوشند در طول زندگی خود کمی اندر کم یک بار مجسمه چنگیزخان را ببینند. برعکس مغولستان، در تاجیکستان چنگیزخان را جلاد خونخوار می‌دانند که در عصر 13 هنگام تاخت و تاز لشکرش در قلمروهای ایران و آسیای مرکزی فلاکت عظیمی بر سر مردم آن آمده است. مثلا تصویر او در کتاب درسی ادبیات تاجیک برای صنف 9 چنین است: چنگیزخان در تاریخ بشریت خونخوارترین، جلادترین و غاصبترین سرلشکر گذشته است. و بانک جهانی یک نهاد بین‌المللی مالی در گزارش تازه خود پیش بینی کرده است که بنابر کم شدن حجم انتقال پول مهاجران سرعت رشد اقتصاد تاجیکستان سست خواهد شد. ولی مقامات تاجیکی درباره حجم پول‌های انتقال مهاجران چیزی نمیگویند. از رشد اقتصاد در سال 2024 تعریف میکنند. در این باره فردا گزارش خواهیم داشت. دوستان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید. تشکر از یکایک شما که تا پایان برنامه ما را تماشا کردید. البته خبرهای از این بیشتر و چون همیشه شما از آن میتوانید در وبسایت azadi.org و همین گونه صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، ایکس و تلگرام و تیک تاک و یوتیوب دسترس کنید. تا دیدار نوبتی خود را احتیاط نمایید از آن و خدا نگهداری هر یک شما.